فعالیت اونها رو توضیح میده. 21 کتاب بعد نامه‌هایی هستند که به ما دلگرمی و توصیه‌های کاربردی میدن. مکاشفه کتاب آخر در مورد رویاهاییه که آینده رو پیشگویی میکنه. در کتاب مقدس خدا خودش رو آفریدگار معرفی میکنه و مقصودش رو به ما میگه. او به ما میگه که اسمش یهوه است که به زبان عبری باستان اینطور نوشته شده. میدونستید که فقط کتاب مقدسه که بارها به اسم خدا یعنی یهوه اشاره میکنه؟ این اسم بیشتر از 7000 بار در این کتاب تکرار شده، بیشتر از هر اسم دیگه‌ای. مقصود یهوه اینه که همه انسان‌ها تحت حکمرانیش تا ابد زندگی کنن. اما در شروع تاریخ بشر یک فرشته سرکش که شیطان نامیده شد از طریق یک مار با آنها صحبت کرد و حق و حکمرانی یهوه رو زیر سوال برد. اما یهوه از طریق حکومتش ثابت میکنه که ادعای شیطان دروغه و حکمرانیش رو دوباره برقرار میکنه.